الحال در این زمان ما و شما هم این چونین ملحدا و به خداها خیلی زیاد شدن. حضرت امام چی گفتند؟ حضرت امام گفتند ای مرد که این کار خدا میکنی، آیا گفتند عقلت را دیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را دیدگی نیستم. آیا گفت از عقلت چیز شنیدگی هستی؟ گفت نه، از عقلم چیز شنیدگی هم نیستم. آیا عقلت را به دستت قپیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را به دستم نقپیدم. آیا عقل تو گفت بوی دارد؟ گفت نه، عقل من نمیدانم بوی دارد ندارد. گفت در آخر من از تو سوال میکنم تو عاقل هستی یا دیوانه؟ گفت